سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌ها. ببخشید که بچه‌ها من اوضاعم شلم شورواست، نه دکور دارم نه هیچی الان مهم نیست، چون تو مسافرت هستم و این موقعیت رو مقدم شمردم که این ویدیو رو واسهتون بگیرم و یه دیداری با هم دیگه داشته باشیم. این ویدیو بچه‌ها در مورد یه دختر خانومی هستن که اصالتا تاجیک هستن و تاجیکستانی و توی ایران به دنیا اومدن و بزرگ شدن و دانشگاه رفتن و درس خوندن و اینها. و در مورد تاجیکستان با یک خبرنگار و یوتیوبر ایرانی اختلاط میکنن و صحبت میکنن، در مورد تاجیکستان با هم دیگه صحبت میکنن. بریم ببینیم بچه‌ها، امیدوارم که خوشتون بیاد از این قسمت و برنامه خوشتون بیاد. لینک اصلی ویدیو رو هم گذاشتم توی دیسکریپشن، اگه خواستید میتونید اونجا ببینید. پس بریم و ببینیم. 1 2 3 لیتس گو. و خب خیلی جشن‌های متفاوتی داریم که مشترک بین تاجیکستان، افغانستان و ایران، مخصوصا نوروز مثلا فوق‌العاده زیبا توی تاجیکستان برگزار میشه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم یه سر به تاجیکستان بزنید موقع نوروز. و خب آره فوتیجشو میارم. جشن نوروز در تاجیکستان. این جشن تمام شد، فرهنگ هستیم، فرهنگ ازدواج. اوکی. بعد یه سری حالا راجع به لباسمون بگم. لباسمون اینطوری مردمان شادی هستیم. بچه جالب میدونی چیه؟ جالب اینه که این خانوم هیچی لهجه نداره، لهجه دری نداره، اصلا انگار که هیچ لهجه ای نداره، لهجهش کاملا ایرانیه. خیلی جالبه برام. لباسای رنگارنگ و متفاوت از رنگ‌های متفاوت زیاد داریم و طرح‌هاشون هم نمادهای خاصی از دوران قدیم هستن، تاریخ خودمون هستن. بعد شما میتونید یه نمونه شعر هم بهمون بگید؟ از شاعر معروف رودکی، چون مقبره ایشون هم توی تاجیکستان هست، میگه که خیلی معروفه، میگه بوی جوی مولیان آید همه، یا دیاری مهربان آید همه. چقدر زیبا گفت. خب بنازم. بعد حالا که گفتین نوروز و اینا، بچه‌ها من میدونم که خیام گفت رودکی گفت با این شعر پایتخت عوض کردن. یعنی پایتخت چجوری بگم، تو تاجیکستان نبوده و توی افغانستان بوده و با این شعر پایتخت عوض شده. خیلی جالبه. سری بزنیم. یعنی پادشاه یاد وطن، یاد شهر خودش افتاده. برای ایرانی ها نه نیازی به ویزا نیست، چون ویزا رو برداشتن و خیلی راحت میتونن سفر کنن. آره با ماشین که دیگه راحت میشه رفت دیگه. با ماشین میشه ولی سخته یکم، چون باید گزارش از افغانستان اونجا دیگه بشه. آره دیگه با هواپیما میرن. آره هواپیما خیلی راحت تره. خب بعد اگر من بخوام یه چیزی رو به شما بگم، شما میتونید به دری بگین؟ بله حتما. مثلا نمیدونم شما چیزی هست تو ذهنتون بگید؟ قبلش یه چیزی بگم که ما توی تاجیکستان لهجه نداره. آقایون برای احترام و بزرگتر اگر باشن و اینا میگیم اکا، به معنای برادر بزرگتره، و اگر برای خانم بخوایم خطاب قرار بدیم میگیم اپا، به عنوان احترام و خواهر بزرگتر. یعنی راست میگه بچه‌ها، اینو شما تو کامنت ها بگید. برین سمت هتل مثلا میتونید بگید که اگه میشه و یمینوت بستن، من میخوام برم هتل. هتل یکم. بعد لهاشون هم خیلی جالب. مثلا بخوام بگن که الو، نمیگن الو، میگن الو. خیلی جالبه. الو. این یه ته روسی داره اگر اشتباه نکنم. یه ال خاص، لفظ خاص خودشه داره. دقیقاً همینطوره، چون زبان روسی قاطی شده. اون تلفظ روسی روی این صحبت کردن عامیانه تأثیر گذاشته. خیلی جالب شد. بعد این واقعا حالا اگه برگردیم به موضوع جوانای اونجا، مردمای اونجا چجوری تفریح میکنن؟ ما تفریحات خیلی سالمی داریم. از اونجایی که خیلی طبیعت بکری داریم، اکثرا به طبیعت‌های مختلف میریم، جاهای مختلف و فوق‌العاده زیباست. واقعا منو داره دیوانه میکنه، هیچی لهجه نداره. آره من هنوزم که هنوز کشورمو دوست دارم. و یه چیزی که بایدم میگم اینه که آدم در یک کشوری سالها 70 سال 100 سال تا آخر عمرش هم که زندگی کنه، بازم
وطن خودش براش یه چیز دیگه است. درسته من مطلع ایرانم، ایران بزرگ شدم، ولی واقعا کشورمو دوست دارم. معلومه باید هم همینجوری باشه خانم محترم. چه تفریحاتی میکنن جوونای اونجا؟ آره دیگه جوجه میزنن دیگه. نه خب مثلا قیلونی چیزی بعد نه ما قیلون نداریم، یعنی البته یه چیزی که هست، مسئله‌ای که هست اینه که اونجا کلاب هم داریم، مسجد هم هست. اونجا چیز نیست نه مثل اینجا آره. بسته باشه اینا. چون تصورم اینه که چون مرزشون نزدیکه، مثل افغانستان ها دیدین که خیلی مثلا سفت و سختن روی این قضیه. نه مال ما خیلی سفت و سخت نیست، یعنی هر کسی که هر جا بخواد میتونه بره. خب تفریحات اونجا جالب. کباب میخورن. بله غذای مورد علاقه شما هم کلاب داریم بچه‌ها توی تاجیکستان، خیلی برام جالبه. آره بیشتر کباب و ما به حالا چیزی هست که غذا رو یه غذایی هست خیلی دوست داریم و حالا حالت کباب تور و اینا هم داره، مثل بهش میگیم گوشت بریان. گوشت بریان اینو قشنگ سرخش میکنن، البته یه سری کبابی میکنن و با پیاز و یه سری ادویه قاطیش میکنن و واقعا میگیم غذای توییه، یعنی که توی عروسی هم حتی ازش استفاده میکنن. توییه خب. یعنی اگر که دیگه خیلی طرف هزینه خوبی داشته باشه برای اینکه میتونه اون غذای لوکسی محسوب میشه. معروف ترین غذایی که ما توی تاجیکستان داریم بهش میگن آش تاجیکی، آش پلاو. آش پلاو نمیدونم. تبلیغات اومد، تبلیغات هم ببینیم. غذایی که ما توی تاجیکستان داریم بهش میگن آش تاجیکی، آش پلاو. برخلاف اسمش که الان من گفتم آش، الان همه فکر میکنن یه غذای سوپیه. اینطوری نیست، یه غذای برنجیه که با برنج و هویج و گوشت و سیر و نخود و اینا درست میشه. البته توی افغانستان بهش میگن قابلی پلو، یه همچین شبیه قابلی پلو. آره دیدم من. آره. و بسیار خوشمزه است، توی عروسی ها هم ازش استفاده میکنن. انقدری که این غذا معروفه و زیاد ازش استفاده. بچه‌ها یه چیزی من بهتون بگم که ما هم این آش پلو یا آش تاجیک یا قابلی پلو رو داریم، ولی اسمش فرق میکنه. ما بهش میگیم بریانی. تو ایران هم داریم، بهش میگیم بریانی. میکنن که اون هویج خلالین شدهش رو جدا تو بازار میفروشن. در این حد یعنی یه ادویه‌هاشو مثلا آماده سازی داره، مثلا هویجش و اینا. هویجش و ایناشو آماده سازی دارن توی تاجیکستان تو بازاراشون. و اگه بخواید غذای ایرانی رو رتبه بندی بکنین چیه؟ مثلا اول غذا ایرانی، بعد مثلا بگین که کباب کوبیده، بعد برگ، بعدش تو کار گوشتیم کلا. آره کلا من تو کار گوشتم. شیشلیک، گردن. خب بگین. ولی خب من یه چیزی که خیلی دیدم ایرانی‌ها دوست دارن کله پاچه است و متاسفانه من اصلا دوستش نداشتم. ما اتفاقا مهمون قبلیمون اگه اشتباه نکنم یا تایلندی بود، مالزی بود. آره مالزی بود که خیلی علاقه داره. بعد فکر کنم هر صبح میره. آخه من وقتی خودم کله پاچه رو میبینم، اون زبونش که بیرونه، اون آره اون حالت، آره همون رخ کار خوشتون نمیاد. بعد حالا خوردین، تست کردین؟ مامان من یه غذایی درست میکنه خیلی خوشمزه است. اول من اینو استاپ بزنم یه چیز بگم بچه‌ها شما اینو به من بگید که توی تاجیکستان کله پاچه دارین یا نه؟ طباخی، ما بهش میگیم طباخی. کله پاچه رو پاچه و یعنی پای گوسفند و کله گوسفند و اینا رو طبخ میدیم با ادویه و اینا، خیلی خوشمزه میشه. ایرانی‌ها خیلی دوست دارن، ولی نمیدونم شما هم دارید یا دوست دارید این غذا رو یا نه. با این کله پاچه رو قشنگ میجوشونه طوری که دیگه انگار که گوشتاش کلا جدا جدا میشه، استخوناشو کامل جدا میکنه، گوشتاشو ریز ریز میکنه جوری که اصلا نبینین و داخل یه دیگ میذارن و اینکه توش حبوبات میریزن. این به غذا خودتون میشه یا همون کله؟ نه همینجوری همین کله پاچه میشه دیگه. همین کار رو انجام میدن و فوق العاده خوشمزه میشه. اصلا نمیفهمی که داخل. پس دوست دارین ولی فقط از رخ کارش دوست ندارین. چون مثلا اون استخونا فکر کنم دکوری میذارن، ولی در حال فکر کنم این همین که گفتین شبیه هم، یعنی گوشتاش جدا له، یعنی اصلا چیش میگن تریت بشه، نه فارسی بهش میگن تیکه. آره تریت آره بهش میگن تریت. من نمی‌دونستم کلمه رو. اگه رتبه بندی همه پس همینه، بعد از کوبیده دیگه برگ و اینا. بعد غذا خودتون اگه ایرانیایی که میخوان برن تاجیکستان
چی رو ترجیح میدین؟ از غذاهای خودمون که اگر ایرانی‌ها یا از آش پلو دیگه کشورهای دیگه میرن تاجیکستان سفارش بدن، همین آش تاجیکی رو پیشنهاد میدم و بعدیش بهش میگیم منتو. یه غذای خیلی خوشمزه. واو، منتو رو بچه من میدونم چیه، بخارپز با خمیر و اینا. چجوری هست بخارپز؟ پاندای کنفوکا رو دیدین؟ یه غذایی رو خیلی دوست داشت. سفید گرده نرمه. دقیقاً همینطوریه و داخلش گوشت چرخ کرده و سری ادویه و منتو من میدونم. همینو توی این غذا افغان هم هست. تایلند داریم. آره یه غذا خوردی تا حالا؟ فکر کنم پاکستان هم دارن. آره چون ما اینا تو تایلند خیلی زیاد. افغانستان ما باش میگیم اسمش چیه؟ سلاپاو بهش میگیم. سلاپاو؟ آره سلاپاو بهش میگیم. بعد سلاپاو پاو اونی که مادام درست میکنه بخورم. چون بقیه جاها مثلا مثل حالت جلاتین میشه داخلش. چون گوشتش مثلا یه حالت مثل حالت جلاتین و اینا داره، ولی مثلا مادرم وقتی درست میکنه قشنگ گشنم شده. خب بعد دیگه چی ترجیح میدیم؟ آره تو افغانستان و کشورهای اطراف ما خیلی زیاد میخورن. این حالا مثلا اگه میخوان بره این منوی دیگه است که میخواد ایرانی ترجیح میدین که ایرانی بخوره. و غذاهاتون یک آویشن. آره پس یه آویشن و یه قهوه دوستان سفارش میدن. بعد حالا کسر لاتی نداره وقتی میگه قهوه دیوار 100 روبوستا 2 تا اسپرسو هلش کنه چوسی اون ویدیوهاش خیلی زیاده. خب بعد برخورد ایرانی توی کافی شاپ هستن و قهوه و یه دمنوش سفارش دادن. بعد اون قسمتی که گفت چوسی ما یه بلاگری هست توی این اینستاگرام که چیزایی که این طرف میخواد خیلی کلاس بذاره، خیلی مامانی اینا باشه، آخرش این کلمه رو میگم چقدر چوسی میایی. چجوریه با شما؟ من تا اینجای کار خیلی برخورد خوبی گرفتم از ایرانی‌ها، مخصوصا وقتی که فهمیدن من تاجیکم. حالا نسبت به افغانستانی‌ها که خیلی گارد دارن، نسبت به ما تاجیک‌ها اصلا اینطوری نیست. یعنی خیلی دوست دارن تاجیکستان و مردم تاجیکستان و اینا رو و خیلی براشون جالب و جذابه که مثلا شما واقعا تاجیکین ولی اصلا بهتون نمیخوره تاجیک باشین. بعد میگن شما اگه تاجیکین پس کو لهجه‌تون. گفتم خب من بزرگ شده ایرانم، لهجه‌م دیگه کاملا فارسیه. بعد میگفت شما مثلا بعضیا میگفتن که خب اینا خودشون مثل ما فارسی حرف میزنن دیگه. میگم نه، ما مثل شما فارسی حرف نمیزنیم، ما فرق داره. بعد گفتین که برخورد خوبی داشتیم. بله. بعد اینو راست میگه بچه‌ها، مردم ایرانی یه خورده گارد دارن، یعنی یه خورده طرز فکرشون به بچهای افغانستان به خاطر این یه مسائل سیاسی اینا که به وجود اومده که واقعا هم بده، یه خورده گارد دارن نسبت به بچهای افغانستان، ولی یعنی موضع دارن، ولی نسبت به بچهای تاجیکستان اینجوری نیست. راست میگه اینو. دیدگاه مردم تاجیکستان نسبت به ایران چی هست؟ دیدگاه مردم تاجیکستان نسبت به ایران خیلی خوبه، از این لحاظ که مثلا میگن که آره چون اونا ایرانی هستن، فرهنگ فارسی که ما داریم و دارن و از این حرفا خیلی دوست دارن. کلا تاجیک ها خیلی مردمای مهمون نوازی هستن و این وقتی که من خودم میرم تاجیکستان خیلی خوشحال میشن منو میبینن و مردم ایران رو خیلی مردم باسوادی میدونن نسبت به خیلی چیزا و مردم آگاهی میدونن. بعد مثلا اونجا که میرم میفهمن که از ایران اومدن، میگن ای دختر ایران اومده گیه. خیلی لهجه نازی هم دارن. بعد تو تاجیکستان فکر کنم قومیت زیاد مختلفی هم دارن. بله، قومیت‌های مختلفی داریم. مثلا تاجیکستانی‌ها صرفاً ختم نمیشن به تاجیکا مثلا توی ازبکستان، توی افغانستان، مثلا وقتی من میگم تاجیکم ازم میپرسن تاجیک افغانستان یا تاجیک تاجیکستان، مثلا اینا رو میپرسن. حالا صرفاً سر سری جنگ ها، یه سری اتفاق ها، یه سری مهاجرت هایی که شده، مرزبندی ها، این قومیت ها میکس شدن، ترکیب شدن با هم دیگه. و خب مثلا ما ازبک هم داریم، افغان هم داریم
و حتی چینی ها هم هستن که اون سمتی که مرز چینی ها هستن. خب اون کسایی که سمت چین هستن خب طبیعتا چهرهاشون هم از ما متفاوت تر، بیشتر شبیه اونا. آره اون سمت چون میکس شدن. آره میکس شدن اونا. و توی کشورهای اطرافمون هم تاجیک داریم که چه جالب بچه‌ها، من نمیدونستم که تاجیکستان با چین هم همسایه هستن، درسته مرز دارن. چه جالب. بعد اونایی که سمت تو تاجیکستان سمت مرز چین هستن شبیه چینی هم هستن میگه. اونجا مثلا شبیه ایران هست یا نه، یا مثلا متفاوته؟ مهریه و نمیدونم خواستگاری میرن؟ چون من شنیدم اونجا خیلی سنتی هم هستن. آره ما چیزای مختلفی داریم، مثلا شیربهایی که اینجا میدن داریم، مهریه‌مون هست. گرون هست مهریاتون یا مثلا اینجا یا نه؟ البته اینجا شد 14 سکه تصویب شده. آره دیگه بیشتر از اون نمیشه گرفت. آره خب بسیار همالی، خیلی هم خوب. خب به همینم راضیم. در واقع بستگی داره، اما خب فکر نمی کنم اون قدری گرون باشه اونجا و چیزای مختلفی داره. مثلا رسم و رسومات ما توی تاجیکستان خب زیاده. مثلا یه چیزی داریم اولش میگن فاتحه، یعنی اینکه حالت نامزدیه که مثلا فاتحه بهش میگیم. همون سوره فاتحه قرآن رو میگیم توی ایران. آره توی ایران به معنای مثلا یکی میمیره و یکی چیز میشه که میگن مثلا فاتحه بخونیم براش. ولی این ما فاتحه رو میخونیم برای اینکه حالا بگیم که مثلا این دو نفر دیگه الان با هم دیگه هستن. عقد ما میگیم صیغه. حالت نامزدی داره. بعدش عقد منظورتون میشه حالت عقد مانند میشه؟ نه هنوز عقد نیستن. ولی مثلا هنوز مونده. یعنی هنوز چیز میکنن، یعنی مثلا انگار یعنی میگن اینو برای این اوکی کردیم. اوکی کردن. اوکی کردیم فعلا تا ببینیم چطور پیش میره. همون صیغه ما میگیم صیغه محرمیت. خواستگاری و این چیزا دوباره اتفاق میفته. اول خانواده مثلا دوماد فقط خانوماشون میرن عروس رو میبینن و اینا، بعد که اوکی دادن و راضی بودن و اینا دومادو میارن. دفعه بعدیش که اومدن دومادو میارن. آره. بعد بحثی هم که هست اینه که حالا یه فرهنگ جالبی هم که داریم اینه که خب مستقیم نمیشه گفت نه. شما یه سینی میگیرین میبرین برای خانواده عروس خب و توش یه سری وسایل میذارین، سری هدیه چی میگن سوغاتی و یه سری دست گل و حتی پارچه و روسری و اینا میذارن برای عروس، میبرن میدن تقدیم خانواده عروس میکنن. بعد اونا از اونجایی که نمیتونن مستقیم بگن نه یا مثلا بله، اگر که اون سینی رو خالی کردن و چیزای جدید گذاشتن و تقدیم کردن یعنی بله، ولی اگر همون سینی رو با همون وسایل برگردوندن یعنی که نه. بعد چی جایگزین میکنن برای دوماد اون سینی رو مثلا جوراب ما مردن شاید وقتی جوراب میرن. خب جوراب میتونه باشه چیزای مختلفی، نه صرفا فقط برای اون دوماد. این جورابو که بچه‌ها گفت که خندیدن، ما تو ایران خانوما به مردا هدیه، یعنی روز مرد میشه هر چی میشه جوراب هدیه میدن، یعنی بی‌ارزش‌ترین چیز جورابه، هدیه میدن به مردا. ولی مثلا تولدی میشه یا مثلا روز زنی چیزی میشه مردا طلا و اینا میدن ولی خانوما جوراب میدن. مثلا شاید برای مادر دوماد و اینا هم بذار، ولی خب میگم هر مثلا منطقهش باز فرق میکنه. الان دیگه هرچی داره دنیا پیشرفت میکنه ذره رو به مدرنیزه که میره، تو پروفایل هم دیگه میبینن. آره میبینن هم تو پروفایل هم دیگه میبینن. پس ازدواج فامیلی خیلی براتون رایجه؟ آره ازدواج فامیلی و قومیتی برای ما رایجه. دقیقا تو تایلند اصلا رایج نیست. آره چون بعد اونجا مثلا یه جوری که وقتی که مثلا میخوای با دختر خالت یا دختر خالت یا دختر عمت دختر عموت میخوای ازدواج بکنیم، مثلا میگن که منگاه میخوای با خواهرت ازدواج بکنی اینجوری. چون مثلا اون دیدگاهی که ما داریم مثلا به مثلا دختر عمومون دختر خاله‌مون مثلا واقعا یه خواهره دیگه از بچگی چون باهاش بزرگ شدیم. چقدر بد ازدواج مثلا خانوادگی تو تایلند. این پسر شبیه تایلندی هم هست یه خورده که توجه کنید. به مرحله آخر نرسیدیم ادامه شو ببین. و بعدش اینطوریه که خب مراحل مختلفی داره، بستگی به قومیتتون داره.
حالا مرحله بعدی که میتونه باشه ما بهش میگیم ویچر مرحله‌ایه که حالا بعد از اون عقدی که داشتن و اینا، ویچر مرحله‌ایه که شب قبل عروسی هم دوماد دوستاشو دعوت میکنه یه پارتی مثلا مجردی بگیرن و هم پارتی میگیرن میکنه که یه پارتی دخترانه بگیرن، یه جشن دخترانه باشه و اینا، مثل خارجی ها بفرستن برن. آره دیگه مثلا آخرین بارته دیگه. آره بدرقه میکنن. آره بعدش دیگه میری قاطی مرغ و خروسا. بعد آره اینطوری و بعدش هم که عروسیه و بعد از عروسی میرسیم به جالب ترین مراسممون که بهش میگن پاتختی. توی ایران هم هست ولی من تو ایران ندیدم که خیلی مثلا چیز باشه. و حنا بندون اینا چی؟ فرهنگ حنا بندون؟ نه حنا بندون اونم نداره. خب بعد توی پاتختیمون بسته به وسع عروس و اون مقدار پولی که دوماد داده، عروس مثلا لباس میخره و فلان، اینطوریه که لباسای مختلف میاد عوض میکنه با تورای مختلف، مثلا 12 تا 13 تا لباس میاد عوض میکنه و یه سلامی میده به مهمونا، به بزرگترا و آره 12 13 تا لباس عوض میکنه هر روز. اینا رو که میارن خیلیه که بهش میگن قزبران، یعنی که قزبران چیزا جایزه رو میبرن و بعد چه لهجه زیبایی داره. اینا چیزایی که دوماد برای عروس خریده، اینا چیزایی که عروس برای دوماد خریده. ولی خب در که ما این مرحله خیلی طی نمی‌کنیم توی اون کشور خودمون. پس یه جورایی میشه گفت با ایران یکم یعنی نزدیک فرهنگ چیزتون. اینه که حنا بندون نداریم. نه ما حنا بندون نداریم. و یه چیز جالبم که خیلی ازم میپرسن، مثلا میگن که جهیزیه رو دختر میده یا پسر میده. توی تاجیکستان همه چیز با پسره، یعنی میگن که ما دختر میدیم دیگه چیز خاصی دیگه ای نمیدیم، یه جوراب و یه دختر میدیم آره یه جوراب میدیم و تموم شد. خب و جهیزیه با پسره، همه چیز خونه جهیزیه همه چیز با پسره. دهن پسر سرویس اگه اینجوری که بشه. مردا شما تو تاجیکستان زن میگیری دهنتون به خدا سرویس ها، همه چی پای پسره. ما توی ایران جهیزیه با دختره، یعنی خرج عروسی و اینا همه چی پای پسره، خونه و همه چی. ولی چجوری بگم، جهیزیه و اسباب خونه با دختره. چند تا از تیکه های مثلا مثل یخچال و تلویزیون و یه فرش و این چیزا با پسره، ولی باقی چیزا ماشین، لباسشویی، ظرفشویی و ظرف و ظروف و اینا همه چی با دختره. ولی تو تاجیکستان همه چی با پسره. واقعا داغان میشن پسرا. بخره پولشو پسر میده، یعنی کلا همه برای مرده. آره هر چیزی که خودت مثلا دختر و خانواده‌اش بخوام بخرن پول از داماد میگیره. آره شوهر آدم باید تاجیکی باشه. این خوبه به نظر رسم. آره دخترای ایرانی باید شوهر تاجیک بگیرن. بعد ما هم که این چیز دیگه شاکره بچه‌ها امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. این قسمت همینجا تموم میشه. اگه خواستیم بگین که پارت 2 این قسمت رو هم با هم دیگه ببینیم. شاکره بچه‌ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره بچه‌ها. در آخر یه ویدیو بهتون پیشنهاد میشه، ویدیوهای ایرانی ما رو هم اگه تاجیک هستید ببینید، ویدیوهایی که ایرانی هستش و فارسی اونا رو هم ببینید. محترم که خوشتون میاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره بچه‌ها و تا دیداری دیگر بدرود.